خانه‌های جوانگردان از خارج کشور و میهمانان از گوشه کنار مملکت در شهر خروغ به حساب رفته امروز با اقدام صاحبش صاحبکار موفق سلطانبخش مردانایی و با در نظر داشت نیاز به مکان طبابت به اختیار طبیبان و مریضان سپرده شد. این مهمانخانه سال 2016 از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون رسما افتتاح گردیده بهر قبول سیاحان و میهمانان از خارج کشور سهمی ارزشمند داشت. مهمانخانه دارای شرایط‌های زمانوی مهمانداری بوده در ارتباط با پنجشنبه کسری سرایتی کرونا ویروس همچون نقطه تباطی به اختیار طبیبان سپرده شد. با گفت سلطانبخش مردانایی و حکومت کشور تشبث ما را همچون صاحبکار دستگیری نموده بود و امروز وقت آن رسیده است که ما نیز دست مدد را بر اهالی در علاقمندی با پنجشنبه مرض مهمانخانه سریز دارای 56 جای خواب بوده در آن اتاق‌های 2 حجره‌دار و 3 حجره‌دار جا دارند. با ابتکار رهبریت مهمانخانه تمام چاره‌های لازمی برای قبول مریضان مساعد آورده شده در